تشکر. چون موضوع گاسپرینی بالاتر گفته شد، این نکته رو باید بگوییم که ماس یوونتوس که دسته چهارم شد تلاش داشت برای به دست آوردن جامپیرو گاسپرینی وقتی خبرها پیدا شدن، اما با موافقه نرسیدن. مثلا رهبریت دسته یوونتوس آنجا ضمن صحبت با جامپیرو گاسپرینی طوری معلوم می شود نفهمی معین داشتند و همین متخصصی که بالاتر اطرافش صحبت کردیم اکنون هدایت دسته روما رو بر دوش میگیرد. روما که در رفت موسم با آمدن کلاودیو رانیری باز یک به اصطلاح مربی سالار خود رو از بطلاق نجات داد و اصلا کسی شاید باور نداشت که روما از همین وضعیت بیرون میشود و در نهایت کار حتی برای به دست آوردن رخصت لیگ چمپیون ها تلاش میکند. همگی یک امتیاز کمتر گرفت دسته نظر به یوونتوس 70 امتیاز و دسته روما 69 امتیاز. خب اکنون طوری گفتیم در روما هم تغییرات شد. کلاودیو رانیری رفت و به جای او رسما از این مربی رو آوردن. روما رو در پیش باز بعضی تغییرات دیگر انتظار است. خب فکر میکنم گاسپرینی اکنون با روما تلاش میکند تا نهایتا به هدف خود رسد و چمپیونی رو هم به دست آورد. ولی در اتلانتا ببینید بیزه شد که یوری چکی در یگان جا یگان کار ساز نکرد. به اتلانتا انکو برای جزیر کردن کاری که خوب بنیاد کرد گاسپرینی آن رو برای ویران کنی آن ممکن رفت. این قدر سالها زحمت میکشی یک چیز رو بنیاد میکنی ولی در یک نفر میاد. ولی امید است واقعا هم برای آن کاری که ببینید در گاسپرینی کرد. مهم اینجا اعتماد و باوری است. باوری رهبریت به سرمربی. ببینید در دستایی که مربی‌ها کاری زور میکنن نتیجه خوب نشان میدن ولی برابریت به قول طغری نمیگیرن، بعداً ببینید چگونه اون به رفتن مربی سبب میشود به نتیجه دست تاثیر میرساند. خودی نمونه اول اینجا خودی هانز فلیک است. ببینید در منتخب آلمان چگونه کاری خوب کرد ولی برابریت که طغری نگرفت دیگر فرق ندارد تا چی نتیجه نشان داد ندادید. همین خیلی در باواریا با چگونه نتیجه خوب نشان میداد ولی که بعدا او را جواب دادن. ولی در اتلانتا با گاسپرینی رهبریت ساز بود، از برای او شده چند لیدری دسته را جواب دادن بعد جنجال ها با سرمربی. اگر در روم همین خیل برابریت گاسپرینی خوب به توافق رسند و قرارهای برآورده مسئله ترانسفر ها و دیگر تعیین کردن دیگر اشخاص های رو بررسی کننده به سرمربی مثلا باور کنند و او رازگی او را خوب پرسند، من فکر میکنم کار به قول همه جانان میشود. الکی گفته میشود که الدار شومورودوف رو برای عوض 6-7 میلیون یورو به بازار برآوردگیند و نفر خواهشمند میتواند خریدار کند. این از چیز برمیاد، از این برمیاد که گاسپرینی الکی به یک حمله‌ور باور ندارد و از یک طرف مونت همین گاسپرینی نتیجه میدهد کارش را نشان دهد و به طبق خود بازیگر بیارد نتیجه نشان داد مونش کار کردن گیرد یگان کس به کار خوش نشود دخالت نگیرد. من فکر می‌کنم در همین حالت ها در حالت متحدی و سازگاری به هم بین همدیگری او میتواند موفق شود. ولی که اگر که از بالو دخالت کنن و فشار بسیارتر شوند نه بس از اونی که او تجربه بزرگ دارد چی دسته در اتلانتا بنیاد کرد او موفق شدن نمیتواند بعدن. بله خب بیاد برگردیم به خودی روما فریدون یک بار دیگر به اون دستاوردهایی که زیر راهنمایی رانیری بود و چگونه او توانست این باشگاه رو از وضع بحرانی بیرون کنه. بله با آمدن کلاودیو رانیری که قبلا سرمربی دسته روما بود و او پس از آنی که دسته رو به عهده گرفت خود اونجا گفت که من تا آخر موسم در دسته باقی میمونم نه واسه چی نتیجه‌ای که من نشون میدم و دیدیم که چگونه روما یک سلسله بازی به باخت رو پس سر کرد و توانست که حتی از میانه جدول مسابقه تا به زینای بالایی بیاید. آنها توانستند که از رقیبان به مثل میلان، یوونتوس و اون دسته‌ای که در توپ 5 بودند از این دسته امتیاز تونند و کلاودیو رانیری رو ما خوب میشناسیم، مربی است که قبلا با لستر چگونه یک نتیجه هنگاماوی به قید گرفته بود و توانست که با روما یک هیئت بسیار هم خوب رو جمع آوری کند و هم از ذخیره هم از هیئت مکمل و حالا گفتن که شومورودوف را الکی به فروش گذاشتن و رن یکی از داوطلبان است و ما دیدیم که چگونه رانیری از شومورودوف خوب استفاده میکرد. وقتی که او در ذخیره بیشتر باقی میموند او رو به میدان میبرورد و این بازیگر میتونست که در لحظه‌های مهم گل زند و مخصوصا یک چند امتیازهای لازمه رو برای روما ماست شومورودوف در لحظه مهم به میدان اومده گل زد و توانست که در غلبه دسته سهم خود را گذارد و بعدا دیدیم که خودی رانیری هرچند رهبریت دسته میخواستند که این متخصص در دسته باقی ماند اما چون گفته بود که در وقتی که دسته رو به عهده گرفت من در آخرین موسم ترک دسته میکنم. حتی پیشنهاد از جانب اون بودن که این متخصص تیم ملی ایتالیا رو به عهده گیرد اما چنین نشد و فکر میکنم که روما حالا یک هیئت بسیار هم خوب دارد و با آمدن گاسپرینی که حتی از جهت مالیوی نیست حالا روما تنقیصی نمیکشد اونها باز میتونند که بازیگران با استعداد رو به خود جلب کنند و باز هم به نتیجه بهتری برسند. بله. رانیری هم در استیم دسته باقی مونده است. بله. مهم همین بود که شخصی که در چند دوره رهبری دسته
ромаро махсусан дар ҳолатҳои мушкилтарин бардошт дошт ва хеле натиҷаи хуб дошт ба ӯ бовар карданд ва мудирияти даста албатта фикр мекунам боз ҳам беҳтар ба роҳ монда мешавад.